آقا خیلی زشته که مهندس باشی همه بهت میگن مهندس ولی خودت ندونی کلمه مهندس یعنی چی و این کلمه مهندس از کجا اومده، اصلا ریشش چیه. خب بریم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم کلمه مهندس از کجا میاد. کلمه مهندس کلمه عربیه و اسم فاعله. کلمه مهندس ریشش چیه؟ هندسه. از کلمه هندسه میاد، یعنی به مهندس کسی که کار هندسی و اینا رو انجام میده که کلمه معرب شده است. اما کلمه هندسه خودش از یک کلمه دیگه اومده به نام هندازگ. این کلمه ای هستش که در فارسی میانه در زمان ساسانیان استفاده میشده. کلمه هندازگ از ریشه اندازه میاد که یک واژه فارسی هستش. کلمه اندازه صرفا به معنی اندازه گرفتن چیزی نیستش، بلکه از ریشه انداختن میاد. انداختن هم صرفا به معنی انداختن چیزی رو زمین نیستش، بلکه به معنی طرحی نو در انداختنه. حافظ میگه فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. آقا اینا سندش کجاست این حرفایی که میزنی؟ اینم سندش.